سلام خدمت دوستان. درخت زردآلویی که قبلا مراحل پیوندش را براتون به نمایش گذاشته بودم، شاخه گوجه سبز به ثمر رسیده. خدمتتون عرض کنم این از این محل پیوند آلوسیاه که به ثمر رسیده و اینم نتیجهشه. امسال بار داده. این شاخه هلو که به دلیل سرمازدگی احتمالاً گلاش ریخت و نگه نداشت. این شاخه آلو زرد پارسال پیوند خورده. فیلم آموزشی رو گذاشتم خدمتتون. این شاخه هلوی انجیری و این هم یه شاخه دیگه از گوجه سبز که البته الان رسیده دیگه، بار خوبی هم برده. این محل پیونده به بالا که شده گوجه سبز و اصل نهال که زردآلوی لاسگردی هست. متشکرم.